الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که عبدالرحمن جامی کیست؟ البته عبدالرحمن جامی لقبشون نورالدین، ملا نورالدین هست، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی. جامی نسبت به یکی از شهرهای خراسان افغانستان، جام که یکی از اطرافهای خراسان است. بارک الله فیکم. عبدالرحمن جامی 1414 میلادی تولد می شوند و 1492 میلادی وفات می کنند. عبدالرحمن جامی یکی از بزرگترین شاعرهای فارس هستند و البته از اخیرترین شاعرهای، بزرگترین اخیرهای شاعرهای ملت فارس هستند. برای آنکه پیش از بعد از این عبدالرحمن جامی شاعری بزرگ مثل عبدالرحمن جامی و مثل پیش از این عبدالرحمن جامی گذشته به ملت فارس نامده از خیلی کلام میگن. و البته ابو عبدالله رودکی و غیره پیش از اینها بودند. خیلی که معروف است ابو عبدالله رودکی 860 میلادی تولد شده بودند. عموم مختصر سخن این که مذهب عبدالرحمن جامی چیست؟ مذهب عبدالرحمن جامی صوفی نقشبندی است. عبدالرحمن جامی در خراسان تولد می شوند و در هرات افغانستان، امروزه هراتی که در افغانستان است، به همون جا از جایشان میآیند تعلیم میگیرند و حتی به سمرقند میآیند تعلیم میگیرند. و این انسان یکی از علماهای چی است؟ صوفی نقشبندی است. صوفی، البته صوفی شاخه های خود را دارد، نقشبندی، دیوبندی و غیره، و این آدم از صوفی نقشبندی است که صوفی نقشبندی در منطقه ما معروف است. البته قادری هم وجود دارد لیکن این نقشبندی معروف تر است. و از یک جهت صوفی کمی اینچنین صوفی و مائل کمی به شیعه هم بودند، برای آنکه اقرار دوازدهمین امامی، یعنی که رافضه های امروز اعتقاد دارد حسن عسکری فرزند داشتند، این عبدالرحمن جامی هم گویا که همین را چی میکند؟ اعتقاد میکند که امام تولد شده است، امام 12 تولد شده است. البته این غلط است. حسن عسکری فرزند نداشتند. البته این عقیده کمی به شیعه ها مائل شده عبدالرحمن جامی می باشد. و این سخن را عبدالرحمن جامی در کتاب نبوات ذکر کرده است. و عبدالرحمن جامی کتاب های بینهایت چندین کتاب ها نوشتند و بخصوص در علم نحو یعنی گراماتیک عربی اینچنین کتاب نوشتند. و نحو ملا جامی معروف است، حاشیه ملا جامی معروف است و خود ما هم در تاجیکستان تعلیم گرفته هستیم. و البته این درباره گراماتیک عربی است. و اما در مسئله کتاب ها اینچنین قصه یوسف و زلیخا نوشته است. البته قصه یوسف و زلیخا نسبت به قصه این یوسف علیه السلام که در قرآن آمده است از همون قصه گویا گرفته شده است، اما این بنیاد ضعیف و افسانه ها و سخن های باطل زیاد است. البته این زنی که در زنی عزیز بود، مقصد زنی اون مردی که عزیز می نامیدن زنی اون مرد بود، البته نامش معلوم نیست و البته این از اسرائیلیات زیاد گرفته شده است. قصه یوسف و زلیخا که به زبان تاجیکی وجود دارد و این چنین لیلی و مجنون که این هم از نوشته های جامی هست. و البته ملا جامی در زمان خود معروف می شود و حتی یکی از امرای دولت خلافت عثمانی دعوت می کند، حتی تو که در دولت عثمانی باشد، در مرکز باشد و غیر ذلك چیزهای زیاد. لیکن ما عقیده، در مسئله عقیده میگیم که عقیده این انسان صوفی و صوفی نقشبندی بود و مائل کمی به شیعگی هم در بعضی مسئله ها داشتند. و برای همین عموما مختصرا میگیم که شاعرهای تاجیک از همه خوبترین شاعرهای تاجیک والله اعلم فارس تاجیک این که ابو عبدالله رودکی بودند و بسیار شاعرهای معروف به مانند فردوسی، حافظ شیرازی و عمر خیام، سینا، ابو علی ابن سینا، اینها عادتا مذهبشون مذهب قرامطه اسماعیلی رافضه بود. بارک الله فیکم. پس این بود معلومات مختصری درباره عبدالرحمن جامی.